ایزد پاک در ادامه خوانش شاهنامه به خوان دوم از افغان رستم رسیدیم. خوان دوم گذر از بیابان سخت. پس از گذشتن از خوان اول با طلوع خورشید رستم از خواب بیدار شد و در صحرا شروع کرد به حرکت کردن، ولی گرمای هوا اونقدر زیاد بود که هم خودش و هم اسبش خیلی از گرما اذیت شدن و از تشنگی به ستون اومدن. رو به آسمان کرد و با خدا شروع کرد صحبت کردن. ای داور دادگر، رنج و آسایش همه از توست. اگر از رنج من خوشنودی، رنج من بسیار کن. من این رنج را بر خود خریدم تا بتوانم شاه کاووس را از چنگال دیو رهایی ببخشم. من جان و تن در راه رهایی آنان گذاشتم. تو که دادگری و ستم دیدگان را در سختی آور، امیدم را بازگردان